ماه اپریل سال 1912 کشتی عظیم تیتانیک که طبق گفته بنیادگرش غرق ناپذیر بود در نخستین سفر به قطعه نوی امریکا در نتیجه برخورد به کوه یخین در اقیانوس اتلانتیک غرق گردید و باعث هلاکت 1513 نفر گشت. سالهای دراز محققان در همدستی با غواصان دلیر در پی پیدا کردن کشتی بزرگ بودند. سال 1986 با گروه محققان فرانسه و امریکا میسر شد که جای غرق شوی کشتی را معین سازند. در این سال بسیار دارایی‌هایی که در کشتی بودند بیرون آورده شد. از بین گنجینه‌های بی‌بها نسخه نادری رباعیات شاعر معروف فارس عمر خیام نیز یافته شد. امین معلوف نویسنده فرانسوی لبنانی در رمان تاریخی خود با عنوان سمرقند نوشته است: وقتی کشتی تیتانیک در 14 اپریل 1912 غرق شد، برجسته ترین قربانی آن یک کتاب بود. اگر گیوتی عاشق حافظ و والتر متاثر از سعدی بود، ادوارد فیتزجرالد شاعری دوره ویکتوریا شیفته روحیه پارسی خیام شد. او قبل از آشنایی با خیام آثار جامی و عطا را ترجمه کرده بود، اما رباعیات خیام بود که او را تحت تاثیر قرار داد. گرچه فیتزجرالد اشعار خیام را دقیقاً ترجمه نکرد، اما با تفسیرهایش درک خود و روحیه جهانبینی خیام را منتقل میکرد و از این رو نویسنده کتاب را فیتز عمر معرفی میکنند. این کتاب در ابتدا از محبوبیت زیادی برخوردار نبود، اما طول نکشید که این کتابی خرد اما عمیق به شهرتی رسید که فیتزجرالد هرگز تصورش را هم نمیکرد. در آخرهای قرن 19 یک سالن ادبی برجسته در لندن با نام خیام گذاشته شد. عمر خیام یکی از بزرگترین حکیمان فارس که در تمام دنیا همچون فیلسوف، ریاضیدان، شاعر و نجومشناس مشهور است، 18 می سال 1048 در عائله خیمه‌ساز در شهر نیشاپور تولد شده در سن 83 سالگی، یعنی 4 دکبر سال 1131 از عالم درگذشته است. میگویند قامتی بالا و سری کلان داشت، کم حرف و گوشه‌گیر بود، ولی حافظه خیلی قوی داشت. چنانچه کتابی مفصل را در اصفهان یک مرتبه مطالعه کرد و در نیشاپور بدون هیچ کم و کاست آن را نوشت. میگویند خیام هیچ کدام از دانشمندان زمان خود را اعتراف نمیکرد به جز ابن سینا و در رساله های خود ابن سینا را چون معلم خود یاد کرده است و خودش را تنها پیرو واقعی ابن سینا میدانست. خیام در آموزانیدن علم به شاگردان بسیار خصیص بود و هیچ شاگردی نداشت. همگی 13 رساله‌ای که از او به یادگار مانده است یادداشت‌های پراکنده اویند. در سن 16 سالگی پدر عمر خیام از دنیا در می‌گذرد و حیات شاعر باشد اساساً در دربار شاهیگری سلجوقیان صورت گرفته است. در حیات عمر خیام فقیرانه عمر به سر برده زندگی خود را به علم بخشیده است. او هیچگاه عائله‌دار نشد و هیچ فرزندی نداشت. یکی از نفرانی که خیام را در دربار سلجوقیان بسیار دستگیری نمود این خواجه نظام الملک بود. او سالانه برای خیام 10,000 سکه طلا مقرر کرده بود. نظام الملک از عالمان و خیام خواهش کرد که تقویم را اصلاح کنند و او این عمل را انجام داد. تقویم خیام یکی از دقیق ترین تقویم ها در گاه شماری به شمار می رود که از تقویم پیشینه 7 ثانیه عمیق‌تر بود. عمر خیام استرولوژیا و طب را نیز آموخته از نازکی های صنعت موسیقی نیز آگاهی داشت. خیام قرآن را نه فقط از یاد می دانست بلکه هر یک آیه آن را
ایضاح داده می توانست. یکی از سمت‌های اساسی فعالیت او در ساحه تکمیل و رواج مسئله‌های متماتیکی ظاهر می شود. اختراع اولین او در سن 25 سالگی صورت گرفته بود. دستاورد علمیش ترکتک درباره علم الجبر و المجبله که در سمرقند تالیف شده بود، نام عمر خیام را همچون عالم شهرتیار کرد. در اصفهان در دربار شاه ملک سلجوقی عمر خیام با متماتیک مشغول گردید. در آخر سال 1077 رساله علمیش را از گئومتریا به آخر رسانید. سال 1080 اولین رساله فلسفی عمر خیام دایر به ماهیت عمر و حیات تالیف گردیده است. سال 1092 بعد فوت ملک سلجوقی لحظه های آسایشته عمر خیام هم به آخر رسید. در دربار ترکان خاتون زن شاه سلجوقی عمر خیام یگان دستگیری نمیدید. رصادخانه پوشیده شد و پایتخت به مرو کوچانیده شد. عمر خیام به نیشاپور برگشت و در آنجا تا آخر عمر زندگانی نمود. خیام در مدرسه نیشاپور مشغول مدرسی گردید. در آنجا هم کارهای علمی خود را دوام داد. رساله درباره صنعت معین کردن مقدار طلا و نقره را در مایه ها نوشته است. سالهای آخر عمر خیام بسیار وزنین گذشته است. بنا به معلومات سرچشمه ها عمر خیام در پیرانسالی به زیارت مکه و مدینه مشرف گردیده است. بعد بازگشت از مکه و مدینه در یکی از دهه های نیشاپور جای گرفته تا آخر عمر آنجا زندگی می کند. حالا مرقد عمر خیام یکی از زیباترین موضع ها در نیشاپور به حساب می رود که زیارتگاه اهل هنر و دوستداران علاقمندان شعر پارسی در قلمرو موزون می باشد. در سر قبر شاعر مقبره برجاست که همیشه گلفشان و آزاده است. موافق معلومات ها او را در باغ شخصیش گرانیدند. این باغ را خواجه نظام الملک هدیه داده بود. از میراث ادبی خیام غیر از تالیفات علمیش باز شعرهای با دو زبان نوشته او باقی مانده است. از شعرهای با زبانهای عربی نوشته شاعر فقط 5 قطعه تا دوره ما آمده رسیدند. از شعرهای تاجیکیش باشد در بعضی مأخذها 172 و در بعضی سرچشمه های دیگر 252 رباعی ذکر یافته است. به خیام اثرهای نظریه موسیقی، فیزیک، جغرافیا، جدولهای استرونومی نیز تعلق دارند. همچنین در ساحه طب دستاوردهای علمی و نظری او را نیز در نظر باید داشت که قسماً در نوروزنامه ذکر گردیده است. در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک نام عمر خیام با انکشاف و رواج عنعنه رباعی سرایی ذکر یافته است. بعد از شکسپیر، چارلز دیکنز و والت ویتمن خیام دارای بیشتری ضرب المثل با زبان انگلیسی است. همچنین نجوم شناسان یک سیاره را با نام عمر خیام گذاشتند. خیلی از چهره‌های معروف دنیا دوستداران شعر ناب از جمله در روسیه میگویند رباعیات حکیم عمر خیام هیچ وقت تازگی و لطافت خود را از دست نخواهد داد. با رباعیات خود عمر خیام نه تنها در میان مردم فارسی زبان بلکه در تمام جهان مخلصان زیادی داشته است. یکی از پرفروشترین کتاب‌ها در جهان تاکنون کتاب رباعیات عمر خیام گفته می شود. حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی که در کرمل داشت به خبرنگاران مشورت داده است که کتاب خیام را بخوانند. پوتین چنین میگوید: همسرم به نزدیکی یک کتاب بسیار خوبی رباعیات عمر خیام را به من تحفه کرد. در آنجا بسیار چیزهای عجیب است که میتواند کمک کند. من به شما این کتاب را توصیه میدهم. میگوید پوتین. Будь мягче к людям. Хочешь быть мудрей? Не делай больно мудростью своей. Для человека, который находится в моем положении, мне кажется, что это очень важный совет. بعد از حرفهای پوتین کتاب‌های عمر خیام یکی از پرفروشترین کتاب‌ها در بازار کتاب فروشی روسیه به حساب می‌آید. امروز مجسمه عمر خیام همچون شاعر فارس و تاجیک در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا گذاشته شده است. خلاص عمر خیام نفری است که دنیا شیفته اوست. بعد از که درباره او ندانیم. باقی قضاوت در دست خود شماست. خدا نگهبانتان.